این فیلتره رو ببین. اوکی فیلتر رو برداشتم. میخوام بهتون بگم که موهامو با اینا بابلیس میکنم همشو. بعد این ستا رو یه ذره میذارم بمونه اینطوری گرد خنک شه. خب بعد که درش آوردم میام یه کوچولو خیلی کم از دور به ریشه موهام یه کمی تافت میزنم. بعد با دستام فرا رو اینطوری به ترتیب هی باز میکنم. بعد برس میکشم. میبینی فرقش وقتی برس میشه؟ بعدش چون فرقم این طرفیه میندازمشون این و چند تا لایه رو اینطوری پوش میدم، لایه های نازک. دان ایزی پیزی.